آفرین با شما بچه‌ها. تشکر. همه شمایان را تبریک میکنم، زیرا باز یک عمل نیکی دیگر را انجام دادید. شنید؟ ما صادق را به دست آدمانی لازم سپردیم полковник اردم. قماندان، با نوبت همه دیوها را نابود میکنیم. بله مجاهد، بله. قماندان، به ما خبر خوش داشتید؟ سخن بابت درگان میرود بچه‌ها. همکنون آن تروریستی پلید با نام درگان رادکوویچ در دست ماست. خود همین صبح او را در استانبول در نتیجه یک عملیات دستگیر کردم. در حقیقت قماندان، من همین رو گفته بودم قماندان. به خدا من همین گپ رو گفته بودم. به خدا صد شکر. صد شکر که از یک درد سر دیگر خلاص شدیم. کاش ما هم در آنجا میشدیم قماندان، کاش که در آنجا میشدیم. میدانم که شما هم در آن عملیات اشتراک کردن میخواستید، اما با ما نتیجهش مهم است. مهم آن است که این درگان قتال زنده در دست ما هست. او رو چی طور و در کجا بازداشت کردند؟ درگان به خانه دریا در آمده است، ولی یوز هم آنجا بوده است. یوز وقت را کشال داده، سپس به پلیس ها خبر داده است. احسن قماندان. گرچند ما نبودیم ولی قماندانمان آنجا بوده است. دلم کمی آرام گرفت. وای چی میخواست از قماندان؟ میخواست است که یوز را دستگیر کنه؟ از اول میگفتم که حرکت های قماندان یوز شبه آور میتابد. اگر قماندان یوز هم تو اوستای عادی ماشین باشد و در کار دیگری همراه نباشد، پس من کشندی نیستم. باز سرت ویران شد کشندی. سوالدهی را بس کنید بچه ها. ما بچه خیلی چی تورش کار نداریم. درگان اکنون در دست ماست. برایمان این مهم است. بله، درگان به سرمان بلاهای زیاد را آورد، ولی ما به دوستانمان قول دادیم که اگر او را در نزد قانون جزا دهند، این برد ما می شود. گرچنده که ما در آن عملیات اشتراک نکردیم، ولی پلیس هایمان در آنجا بودند. یوز آنجا بود. ما به قولمان وفا کردیم. اکنون می توانیم که آرام شویم. امروز شما زحمتی زیاد کشیدید. رفته استراحت کنید. اطاعت قماندان. کانی رفته بینم کارها اطراف جستجوی توماس چی طور صورت گرفته باشد. خوب، میلش. یوز؟ ایلم چطور هستی؟ خبر رو گرفتی؟ ها، تو رو تبریک میکنم. به هممون مبارک باشد. نهایت انتقام شکارچی رو گرفتیم. بگذار برادرم راحت بخوابد. بله. بازداشت درگان به تو چطور میسر شد؟ مجبور شدم که نخست لیندا رو با او دهم، اما معلومات های ضروری رو از او گرفتیم. او را تا حال به محبس انتقال نکردند. کنی معلوم کنم او را در کجا میدارند. درگان و صادق را پرسپاس میکنیم. از تو یک خواهش دارم. میدونم اشتراک کردن در پرسپاس درگان کاری سهل نیست، ولی باوری دارم که تو این رو حل کرده میتوانی. من باید از او بسیار چیزها رو بپرسم. یوز میدونم، ولی این کار بسیار مشکل است. این باری آخر تو رو خواهش میکنم، حداقل کوشش میکردی؟ مایلش، ولی کفالت نمیدهم. نگاه آخرین اون پلید هیچ از نظرم نمیرود. گمان میکنم که او چی نقشه دیگری هم دارد. با فکرم آنها به ما پاسخ دادن میخواهند. چندی از سردارانشان را بازداشت کردیم، آتشینند. کوشش کنند و حالشان را بینند. بگذار حمله کنند. ما کی مغلوب شده بودیم که اکنون مغلوب میشویم. عیناً همین طور. خوب، منتظر خبری من باش. مایلش.